بریم بر آموزش طراحی لب از نمای روبرو، سرخ و نیمرخ. اولش از نمای روبرو رو میکشم. خب اول محدوده لبم رو مشخص میکنم. مثلا اینجا محدوده لب من هستش. اون رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم و به دو قسمت مساوی که تقسیم کردم میام دو تا بیزی تو این ناحیه ها میکشم و باید برابر باشن این بیزی ها با هم دیگه. و میام این قسمت که بیزی ها به هم وصلن یه دایره به بالا میکشم. این بزرگی و کوچیکی این دایره به مدل لبی که میکشیم بستگی داره. خب من اینجاشو اینجوری در میارم و وصلش میکنم به این خط. این خط وسط لب من هستش، خط لبمه. و از اینجا هم به همین شکلی که اینجا اومدم اینجا هم همینطوری میام وصل میکنم به این خط و بعد اینجا رو هم اینجوری میام و اینطوری میکنم. خب حالا سایش رو میزنم. با محو کن سایش رو میزنیم. این دایره هر رو اینجا رو پاک میکنم بعد اینطوری سایه میزنم. وسطش خالی میمونه و کناره ها پر رنگ میشه. تا حالت سه‌بعدی بهمون بده. اینجا هم پر رنگ، اینجا رو کم با فشار دست کم سایه میزنم. کناره ها پر رنگ، داخل کم رنگ. حالا میام با راپید دورگیری میکنم و خطوط اصلی رو مشخص میکنم. اینجاش اینطوریه، اینجاش هم اینطوری خواهد. اینطوری. این هم خط. خب حالا برای طراحی لب از سرخ یه خط محدوده لبم رو مشخص میکنم و بعد سعی میکنم اینها کاملا شبیه به هم بیاد. این اگه هر طوری اومد اینم همونطور بیاد. خب حالا برای محدوده لب رو مشخص میکنم. اون رو به دو قسمت، اینجا دو قسمت مساوی تقسیم کردم. اینجا یه قسمت چون از نمای سرخ دیده میشه یه قسمت بزرگتر از اون یکی قسمته، پس این قسمت بزرگ برم دارم، این قسمت رو کوچیک. حالا یه بیزی میکشم، بیزی بزرگ این طرف و یه بیزی کوچیک که مثل دایره میشه این طرف. هم اندازه از این لحاظ ارتفاع باید یکی باشه، فقط خودشون این چون نزدیکتره بزرگتره و این چون دورتره از دید ما کوچیکتره. بالای این خط رو هم این شکلی میشه، بالای این خط رو هم یه دایره میکشم. حالا این دایره رو اینطوری میکنم، اینو وصلش میکنم به این قسمت خط لبم و اینو هم وصلش میکنم به این قسمت خط لب. اینم خط وسط، خط این وسط رو مشخص میکنم و بعد از اینجا وصل میکنم اینطوری و از اینجا هم اینطوری. حالا سایه میزنم با محو کن. این خطوط اضافی رو هم پاک میکنم و بعد سایه میزنم. اینا میمونه چون روی اینا سایه میزنم. سایه میزنم، شروع میکنم به سایه زدن. فشار دستم رو کم رنگ میکنم، کناره ها رو پر رنگ. این طرف هم چون دورتر قرار میگیره تیره تر میشه و این طرف هم اینطوری
اینجا رو هم اینطوری سایه میزنم، بیزی طوری. و بعد خطوط اصلی رو با راپید مشخص میکنم اینطوری. و اینو هم اینطوری. اینطوری مشخص میکنم. خب بریم برای کشیدن لب از نمای نیمرخ. یه خط میکشم، اول محدوده لبم رو مشخص میکنم، بعد یه بیزی اینطوری، یکم میام از این خطم جلوتر و یه بیزی اینطوری و یه بیزی هم این طرف. کوچیکی و بزرگی این بیزی هم به مدل لبی که میکشیم بستگی داره. حالا من از اینجا این گردی لب رو اینجا رو گرد طور و از اینجا اینطوری میارم. دقیقا این طرف هم وصلش میکنم به خط وسط و اینطوری میارم. اینجا هم به این صورت خط. حالا میام سایه میزنم با محکام. خطوط پاک میکنم، این قسمت رو سایه میزنم، خط وسط، کناره ها سایه داره. با فشار دست کم یه سایه کلی میزنم. اینجاها سایه بیشتره و بعد با راپید خطوط اصلی رو مشخص میکنم. اینجا هم اینطوری میشه به این صورت. خطوط رو پاک میکنم. خطوط راهنمایی که کشیدم، اینجا هم خطوط اضافی رو پاک میکنم که بیرون زده. اینم کشیدن لب از نمای رو به رو، سرخ و نیمرخ.